تقوا یعنی چی؟ که خیلی عامیانه بگویم این است که دست برا پا برا باشد انسان. هر کس که متوجه دست خود، زبان خود، پای خود بود، او انسان متقی و پرهیزگار هست. یعنی چی؟ یعنی پایش طرف حرام نرود، دستش طرف حرام دراز نشود، زبانش حرام نگوید و به طرف حلال اینها روان باشد. اینجا هست که این انسان متقی و پرهیزگار می باشد. تقوا امر پروردگار عالم هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان، ای مؤمنین، ای بندگان الله، تقوا را پیشه کنید، از الله بترسید، متوجه حلال و حرام باشید در زندگی خود، متوجه کسب و کار خود باشید، متوجه معامله خود باشید، متوجه تعامل و برخورد با همسایگان و دوستان و رفیقان و شریکان خود باشید. تقوای الهی را فراموش نکنید. این دستور الهی هست. از این است که امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه اولین نصیحتشان این است که پسرم متوجه تقوای خود باش، متوجه اوامر الهی، نواهی الهی باش، متوجه دستورات الهی باش، بترس از الله و از گناهان خود را محفوظ بدار. همین است که همیشه دعا میکنیم پروردگارا ما را از گناه را از ما دور نگه دار. همیشه باید این دعا را داشته باشیم، چون ما انسان هستیم، در وجود انسان نفس هست، خواهشات نفسانی هست، هوا و هوس هست، وسوسه شیطان هست. اینجا هست که بنده الله وقت خود را به الله منان بسپارد، الله منان او را حفظ می کند. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وقتی اولین نصیحت را می کنند خودشان چگونه تقوای داشتن، وقتی اولین نصیحتشان تقوا هست خودشان چگونه تقوای داشتن. در زمانشان و در وقتشان گوسفند گم می شود از منطقه و قریهشان، یک گوسفند مفقود می گردد، حالا دزدی شده یا گم شده، گم می شود. خبر به امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه می رسد که گوسفند از فلان خانه و فلان جا گم شده. می دانید که امام اعظم ابو حنیفه چه کار می کنن؟ تا به 6 سال گوشت گوسفند به دهن نمی گذارند، تا به 6 سال گوشت گوسفند نمی خورند. چرا یا امام بزرگوار گوشت گوسفند نمی خورید؟ مبادا که از همان گوسفند گم شده به شکم من برود، مبادا که از همان گوسفند گم شده به شکم من برود. اینقدر تقوا داشتن، اینقدر متوجه خوردن و نوشیدن خود بودن. امروز ما وقتی میگیم پیرو امام اعظم هستیم چند فیصد این نکات را مراعات میکنیم؟ اگر هر کس ما را دعوت کند بدون ای که تا اندازه پرسان کنیم یا جستجو کنیم که کاربارش چیست، معاملهش چیست، این از کجا پیدا کرده، هیچ پرسان نداریم. هر کس که برای ما چیزی بدهد میخوریم، از هر جا که به دست بیاید میخوریم. هم غم ما این است که شکم ما و شکم اولادهای ما سیر شود. دیگه پرسانی نیست که از کجا آمد و کجا مصرف شد. الله منان ما معاف کند، الله منان از سر تقصیرات ما درگذرد. چون روز قیامت پرسان می شود از کجا پیدا کردی، به کجا مصرف کردی، چگونه مصرف کردی. تا جواب ندهیم قدم را از قدم برداشته نمی توانیم. در اون روز هولناک و ترسناک، در اون روزی که انبیای الهی و نفسی می گویند باید ما این جواب بدهیم. چون امام اعظم رحمت الله علیه این را می دانستند که اگر از او گوسفندی که دزدی شده به شکم من برود، مبادا که احکم الحاکمین اعدل العادلین مرا مؤاخذه کند،
میترسیدن. داستان دیگر چیست؟ امام اعظم ابو حنیفه از کسی قرض میخواستند، حسابی میخواستند، رفتن به دروازه خانهش، صدا کردند تا لحظه‌ای که اون نفر می آمد و یا تا به دروازه خانه خود رسید، امام اعظم در سایه دیوارش نشستند. وقتی به سایه دیوار این کسی که از او قرض ماستند نشستند، یک مرتبه بلند شدند و رفتن طرف آفتاب، با آفتاب سوزان قرار گرفتند. با خود گفتند که از این نفر قرض مایی، حساب مایی، این سایه دیوار خانه او شخص هست، اگر از سایه دیوارش استفاده کنم مبادا که برای من سود شود. همان شخص هم می آید: یا امام بزرگوار، چرا به این سایه سرد نمی نشینید که با آفتاب سوزان انتظار هستید؟ حرف را برایش گفتن فراموش نکن که از تو حساب مایم، پول مایم، قرض مایم. این سایه سایه دیوار خانه توست، اگر اینجا من بنشینم ترسیدم که مبادا سود بشود. سبحان الله. امروز خب با صدای بلند میگوید من پیرو امام اعظم ابو حنیفه هستم، اما سودش برملا شده. سود میدهد، سود میخورد. در رژیم گذشته خود علنی بود، حالا جاهای هست مخفی، نمیداند انسان بدبخت که خود را هم هلاک میکند، طرف مقابل را هم بدبخت میکند و در نتیجه اعلان جنگ با الله و رسول الله نموده. امام اعظم ابو حنیفه چنین تقوای داشتن. وقتی میگیم حنیفی هستیم، بیاییم به واقعیت کامل پیدا چنین شخصیتی بشویم. الله منن توفیق بدهد که همگی ما لباس تقوا را از خود دور نکنیم.